و سبحان الله پیش از همه یک انسانی که نماز نمیخواند وقتی روزه میگیرد، او برای چی روزه گرفته باشد؟ برای رضایت الله، برای گرفتن ثواب. اگر تو برای اجابت کردن امر الله روزه گرفتی، در یک روز 5 بار مؤذن الله میگوید حی علی الصلاه نماز نمیخوانی، بس در یک سال یک شد اجابت میکنی الله را و روزه میگیری برای گرفتن ثواب. یعنی آنهایی که شاید من خطا کنم، البته این فکر شخصی من است، به نماز روزه میگیرند، خیلی روزهشون شبهه آور است. آیا در حقیقت برای روزه، برای رضایت الله این روزه را گرفتن، یا اینکه در عائله همه روزه دار است و یا اینکه عموما الکه من نماز که نمیخونم روزه هم نگیرم از کافر بدتر شدم گویان روزه میگیرن. یعنی آدم در حیرت میماند وقتی به نماز روزه میگیرد که این برای چی روزه گرفته باشد، این برای چی روزه گرفته باشد وقتی که نماز نمیخواند. و در مسئله خطر بی نمازی من پیشتر صحبت کرده بودم که بعضی علمای هستن که میگویند تو نماز نمیخوانی از روی تنبلی، از روی تنبلی نماز نمیخوانی، برای اینکه از روی انکار کردن نماز نخوندی این مسئله اتفاق است که تو از دین خارج شدی، تو مسلمان نیستی. اما از روی تنبلی بعدن میخوانم کمی سین سالم بالا رفت میخوانم گویا نماز نخوندی. مثلا بعضی همه و بعضی علمای هستن که از جمله از علمای معاصر هم هستن که میگویند مثلا مثل ابن عثیمین و اینها میگن تو از دین برآمدگی هستی. قول در مذهب امام احمد هم است، میگن از روی تنبلی کسی که نماز رو ترک میکند او مسلمان نیست، نه روزه اش، نه حجش، نه زکاتش هیچ ثوابی ندارد، هیچ ثوابی ندارد. و البته جمهور علما یا دیگر مذاهب میگویند نه، او در گناه کبیره دچار است و حتی جزاش قتل است، کشتن است. اگر دولت اسلامی باشد این یک جنایتکار است، آنی که از روی تنبلی نماز نمیخواند. و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه او را زندان کرده می شود تا اینکه به نماز برگردد. و آدمی بی نماز وقتی روزه میگیرد، یعنی شما بدونید که شما در یک روز 5 بار امر الله را من رد کردید، 5 بار مؤذن الله گفت حی علی الصلاه نمازت را بخوان، شما 5 بار گفتید نمیخوانم. پس در یک ماه یک روزه میگیرید به خاطر رضایت الله، تا کجا الله از شما راضی میشده باشد؟ آره شاید یعنی برای روزه از سرتان ساقط شود، اما گناه بی‌نمازی رو چیکار میکنیم که روز قیامت اولین چیزی که شما حساب کتاب میشوید نمازتان است. نماز شما صلاحیت یعنی صلاح دارد، یا گفتیم نماز شما همش با ترتیب است و در جایش هست، دیگر عملهای شما هم انشاءالله در جایش هست. نمازتان اگر مشکلی دارد دیگر اعمال شما هم مشکلی دارد. برای همین نفرانی که به نماز روزه میگیرید به خود آید، سر را به سجده ماندن شما را اصلا خور نمی کند. با سرتان را به سجده ماندن کارتان مانده نمی رود، زندگیتان مانده نمی رود. علل خصوص نفرانی بیشتر میگن ما به خاطر کارمون اجازه نمیدید نماز میخوریم، یعنی ساعتهای کارمون زیاد است. یا خواهری حامله، خواهری که در خانه شوهر کار زیاد دارد میگوید اگر من نماز خونم به یک دنیا کارم دستم نمیرسد. نه، برعکس نماز برکت زندگیت هست، همون کارت به قریبی تو رو ترک میکند. وقتی بیماری آمد، بلای به سرت آمد، یکم همون خیش و تباری که به خاطرشان نماز نمیخونی، همون فرزندهای دست تو بیزار میشوند. این نماز است که تو را به الله نزدیک میکند. این 5 بار صحبتی تو با الله هست در یک روز، 5 بار سجده ماندن به زمین است که به تو قوت بدن میدهد، به تو قوت دل میدهد. نباید به خاطر کار و خیش و تبار و فرزند و کار خانه و کودک و دیگر نماز را ترک کنید که گویا که نماز خواندید اینها مونده میرود. برعکس برکت زندگیتون از دست می رود با بینمازی. و روزهتون هم چی فایده داشته باشد روزه‌ای که تو وقت نماز نمیخوانی؟